درود دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. هر جای دنیا که هستین شاد و آروم باشین و در حال تجربه کردن اتفاقات بسیار خوب و عالی. امروز میخوام درباره منوپاز صحبت بکنم و اثری که منوپاز میتونه روی عملکرد مغز داشته باشه و علایم روانی و عصبی ایجاد کنه. حتما شما در اطرافیان خودتون، در نزدیکان و عزیزان خودتون، دوستان خودتون افرادی رو دیدین که در حال سپری کردن این دوران هستند و حتما متوجه شدین که دچار مشکلاتی در خلق و خو شدن، نوسانات خلقی شدن، بسیار مضطرب هستن، ممکن حالتهای افسردگی رو از خودشون نشون بدن، بی‌ثباتی هیجانی دارن، خیلی زود عصبانی میشن، خشمگین میشن نسبت به حرفها و حتی حرکات یا کارهایی که در واقع خیلی هم شاید بد نباشن ولی اینا واکنش‌های خیلی شدیدی رو نشون میدن و زود عصبانی میشن، در واقع تحریک پذیر یا irritable میشن. خب ممکنه اختلال خواب رو تجربه کنن، شبها خیلی سخت به خواب برن یا دیر به خواب برن، مدت زمان طولانی در رخت خواب بیدار باشن، دچار اینسامنیا بشن، ممکنه در طول شب مکررن بیدار بشن، دچار تعریق و گور گرفتگی و هات فلش بشن و یا حتی مشکلات تپش قلب و نوسانات فشار خون رو تجربه کنن. حتی ممکن هستش دچار مه مغزی بشن، یعنی نتونن خیلی خوب تمرکز کنن، حافظه‌شون مشکل پیدا بکنه، فراموشکار بشن و توی تصمیم گیری هاشون دچار مشکل بشن چون سیستم ایوالویشن مغزشون خیلی خوب کار نمیکنه و در نتیجه خیلی خوب هم نمیتونن مدیریت هیجان داشته باشن و تصمیماتشون بیشتر از اینکه منطقی باشه هیجانی هستش. این نوسانات روانی، مشکلات حافظه، ریاکشن های تند و سریع که خانمایی که دوره منوپاز رو دارن میگذرونن از خودشون نشون میدن، دوستان عزیزم هیچ ربطی به کاراکتر این خانمای عزیز نداره، هیچ ربطی به ضعف شخصیتی این افراد نداره. این در واقع به خاطر اون اتفاقات بیولوژیکی هستش که در سطح مغز داره میفته. ساختارهای مغز برای اینکه بتونن درست عمل بکنن نیاز به استروژن دارن. همه این ساختار در سطح خودشون رسپتور استروژن رو اکسپرس میکنن، یعنی در سطح خودشون رسپتور استروژن رو دارن و این رسپتورهای استروژن باید به استروژن متصل بشن تا بتونن عملکرد این ساختارهای مغز رو تنظیم کنن. به دنبال منوپاز وقتی که استروژن کم میشه، خب این رسپتورها استروژن کافی ندارن، پس در نتیجه نمیتونن عملکرد درست این ساختارهای مغز رو تنظیم کنن. به خاطر همین هستش که این علایم بروز پیدا میکنه. دوستان عزیزم، در خانم ها از همون دوران جنینی تا بعد از تولد و تا زمان بلوغ، به خاطر اینکه هنوز تخمدان ها فعال نشدن و استروژن ترشح نشده، شبکه های مغز سازماندهیشون و عملکردشون هیچ وابستگی به استروژن نداره و کاملا ثابت و تغییر ناپذیر هست. اما بعد از بلوغ که تخمدان‌ها فعال میشن و استروژن ترشح میشه، سازماندهی شبکه‌های مغز و عملکرد شبکه‌های مغز کاملا وابسته به هورمون استروژن میشه و اینجا هورمون استروژن نقش یه اکتیویشنال هورمون رو ایفا میکنه و اثرش کاملا ریورسیبل هستش، یعنی برگشت پذیر هست. اثری که بر عملکرد ساختارها و شبکه‌های مغز داره برگشت پذیر هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر هورمون استروژن باشه، عملکرد شبکه‌های مغز به خوبی تنظیم میشه، مغز درست کار میکنه، ولی اگر که هورمون استروژن نباشه، اتفاقی که در منوپاز میفته، عملکرد شبکه‌های مغز به خوبی تنظیم نمیشه و میتونه علائم عصبی روانی ایجاد کنه. پریفرونتال کورتکس که در جلوی مغز ما قرار داره نقش خیلی مهمی داره در مدیریت هیجان و کنترل هیجان. اثر مهاری پریفرونتال کورتکس روی آمیگدالا و سایر ساختارهای پردازش هیجانی در مغز میتونه بسیار کمک کننده باشه در مدیریت هیجان. اما در دوره منوپاز پریفرونتال کورتکس عملکردش ضعیف میشه. اثر مهاری پریفرونتال کورتکس روی آمیگدالا برداشته میشه. آمیگدالا بیش از حد فعال میشه و این باعث میشه که
افراد نسبت به محرک هایی که استرس زا نیستن یا بسیار استرس زای کمی دارن واکنش خیلی شدید نشون بدن، چون آمیگدالا مرکز پردازش ترس و خطر هست و افرادی که در دوره منوپاز به سر میبرن چون آمیگدالای بیش فعال دارن در نتیجه ممکن هست که از کاه کو بسازن، چون بسیار سنسیتیو میشن به محرک هایی که احساس خطر و ترس رو منتقل میکنن. مشکلات خواب، گرگرفتگی و هات فلش هایی که خانوما مکررن گزارش میکنن، تعریقای شبانه، کاهش میل جنسی، کاهش انگیزه، انهدونیا که در واقع یه حالتیه که خانوما از فعالیت‌های لذت بخش اون لذت کافی رو نمیبرن، یعنی کارهایی که واقعا لذت بخش هست و باید لذت برد از انجامش، خانمای عزیز ما به اندازه کافی این کارا براشون لذت بخش نیست و اون لذتی که باید و شاید رو از انجام اون نمیبرن. همه این حالت هایی که گفتم ربط پیدا میکنه به بد عمل کردی ساختارهای مشخصی در مغز، از جمله هیپوتالاموس. هیپوتالاموس مرکز مهم تنظیم خواب، اشتها، دمای بدن و امیال جنسی و در واقع ارتباط پیدا میکنه با مراکزی که کنترل کننده لذت هست و بعد عمل کردی این ساختار میتونه تمام این حالتایی که گفتم ایجاد بکنه. از همه مهمتر استروژن میتونه عملکرد هسته‌های ساقه مغز رو کنترل کنه. از مهمترین این هسته‌ها ریفینوکلیای و لوکسترولیاس هستش. ریفینوکلیای مهمترین سورس تولید سروتونین هست و لوکسترولیاس مهمترین سورس تولید نوروپینفرین هستش. ما میدونیم سروتونین و نوروپینفرین نوروترانسمیترهای بسیار مهمی هستن در تنظیم مود و خلق و خو. به خاطر همین هست که وقتی سطح استروژن در دوره منوپاز کاهش پیدا میکنه و عملکرد این هسته‌های تولید کننده سروتونین و نوروپینفرین ضعیف میشه، میزان ترشح نوروپینفرین و سروتونین در مغز کم میشه و این میتونه حالتهای افسردگی رو در افراد ایجاد کنه. افراد خلق پایین رو گزارش میکنن و نوروپینفرین در بالا نگه داشتن انرژی نقش مهمی داره، در ایروزال سیستم نقش آفرینی میکنه. بنابراین افراد ممکن هست به خاطر کاهش سطح نوروپینفرین در مغز فتیگ و خستگی روانی رو گزارش کنن. حساسیت به تغییرات استروژن میتونه در خانم‌های مختلف متفاوت باشه. مثلا خانم‌هایی که افسردگی پس از زایمان رو تجربه کردن یا خانم‌هایی که در دوره PMS یعنی دوره پیش از قاعدگی یا پیش از پیریود ماهیانه اون حالت‌های افسردگی و خلق پایین، ترک پذیری بالا و بیقراری رو تجربه میکنن، میتونه حساسیت به تغییرات استروژن بیشتر باشه. این افراد میتونن آسیب پذیرتر باشن به تغییرات استروژن دوره منوپاز و عملکرد مغز اونها بیشتر تحت تاثیر کاهش استروژن در دوره منوپاز قرار بگیره. هورمون تراپی به طور کلی برای کاهش علائم منوپاز پیشنهاد میشه و خیلی هم خوب هست. اما در مورد کاهش علائم عصبی روانی و بهتر شدن عملکرد مغز، آیا هورمون تراپی میتونه مفید و کمک کننده باشه؟ بله. هورمون تراپی میتونه برای کاهش علائم عصبی روانی خیلی مفید و کمک کننده باشه و عملکرد ساختارهای مختلف مغز رو بهتر کنه. میتونه با افزایش سطح استروژن در مغز میزان سروتونین نوروپینفرین رو بالا ببره، میزان BDNF رو بالا ببره، سطح کورتیزول رو در حد نرمال نگه داره و همگی اینها میتونه کمک بکنه به بهتر شدن خلق و خو، بهتر شدن تمرکز، حافظه، مه مغزی رو بهتر میکنه، مشکلات خواب رو بهتر میکنه و مدیریت هیجان و استرس رو هم بهتر میکنه. اما مهم این هستش که هورمون تراپی در اوایل شروع منوپاز انجام بشه.
مثلا اگر که بعد از 60 سالگی هورمون تراپی انجام بشه، اون اثرات نوروپروتکتیوی که باید داشته باشه که عملکرد مغز رو بهتر کنه رو نداره و نمیتونه فایده داشته باشه. نکته دوم این هستش که حتما در دوز پایین استفاده بشه، البته که با نظر پزشک، مشاوره پزشک، تحت نظر پزشک هورمون تراپی باید انجام بشه و این نکته حتما لحاظ میشه که در دوزهای پایین و اگر که به شکل حالا پچ‌های پوستی یا ژل‌های پوستی استفاده بشه، انجام بشه هورمون تراپی، میتونه بیشتر مؤثر باشه و خطرات جانبی کمتری رو هم به دنبال داشته باشه. نکته مهم سوم این هستش که نباید به شکل طولانی مدت هورمون تراپی انجام بشه، چون هورمون تراپی های طولانی مدت میتونه خطر سکته مغزی رو افزایش بده، چون ممکنه باعث ایجاد لخته خون بشه و این ریسک سکته مغزی رو میبره بالا و حتی ممکن هست که ریسک برست کنسر رو هم افزایش بده. در پست‌های بعدی درباره دوره پریمنوپاز صحبت میکنم و علائم این دوره و اینکه چطور میشه شروع منوپاز رو به تأخیر انداخت و یا شدت علائم عصبی روانی رو در دوره منوپاز کمتر کرد با انجام دادن یه سری کارهایی که در دوره پریمنوپاز انجام میشه. مراقب خودتون باشید.